سلام دوستان، امروز با معرفی عجیبترین هتل‌های جهان همراهتون هستیم. اینکه هتلی کاملا زیر آب قرار گرفته باشه درست مثل فیلم‌های فانتزی، اما در سواحل فیجی این اتفاق رخ داده. در این اثر هنری که زیر تالاب‌های مرجان ساخته شده، 24 سوئیت به همراه کتابخانه، استخر و رستوران وجود داره. طراح این اثر نام اون رو خدای دریا گذاشته و برای رفت و آمد به این هتل از 4 زیردریایی استفاده میشه. هتل کاستورو در واقع یک بوئینگ 727 که تبدیل به هتلی برای استراحت شده. این هتل در سال 1965 ساخته شد و در واقع ابتدا مهمانخانه‌ای برای گذراندن شب بود. در گذر زمان این مهمانخانه به یکی از لوکس‌ترین اقامتگاه‌های کاستاریکا تبدیل شد. لذت زندگی چند روزه در میان جنگل با زاویه دید رو به اقیانوس تجربه یکی از اقامت در این هواپیما به دست میاریم. سانتوس اکسپرس نام یک هتل نیست، اسم قطاریه که چیزی از یک هتل لوکس کم نداره. این قطار از سال 1920 تا امروز فعالیت داشته و در داخل این قطار تمام امکانات یک هتل لوکس برای مسافرین فراهم شده. این قطار در مسیر حرکت خودش از خلیج موسیل میگذره و به پارک موزه هیدیاس میره و مسافران در صورت علاقه‌مندی میتونن از جاذبه‌های این مکان‌ها هم دیدن کنن. هر سوئیت دارای سرویس بهداشتی جداگانه است و اتاق‌هایی مخصوص برای خانواده‌ها و زوج‌ها تعبیه شده. هتل عجیب بعدی اینتل آمستردامه. نمای این هتل از تقریباً 70 خانه روی هم قرار گرفته شده ساخته شده. خانه‌های این هتل از تاریخ محلی این منطقه الهام گرفته شدند و یک اسپا همراه با استخر، یک حمام بخار ترکیه‌ای و یک سونای فنلاندی هم در داخل این هتل وجود داره. سانکروز هتل جالب بعدی لیست ماست. کشتی‌ها میتونن بسیار رویایی و زیبا باشن و همه اونها رو دوست داشته باشن و ترجیح بدن با اونها سفر کنن. شما تا هر زمانی که دلتون میخواست میتونید در هتل سانکروز بمونید. اقامت در این هتل این فرصت رو به شما میده تا تمام لذت‌های یک سفر لوکس با کروز رو تجربه کنید بدون اینکه دچار تهوع و یا دریازدگی بشید. این هتل که شبیه یک کشتی است در سال 2002 ساخته شد و در بالای یک صخره قرار داره. با سفر به کشور کره جنوبی میتونید در این هتل اقامت کنید. و اما آخرین مورد هتل‌های کپسولی در ژاپن. این هتل‌های کپسولی که ریشه اصلی اونها به اوزاکا برمیگرده، یک ایده محبوب در ژاپنه. این کپسول هایی که به منظور استفاده از حد اکثر فضای ممکن در کنار هم چیده شدن یا به روی هم قرار گرفتن، برای هر شب اقامت 30 پوند یعنی نزدیک به 1 میلیون تومان قیمت دارند. این ایده حتی به اروپا هم منتقل شده و در فرودگاه هلسینکی فنلاند به مشتریان عرضه میشه. اما حالا نوبت شماست که تو کامنت ها بنویسید کدومشون عجیب تر بود و اگه هتل عجیب دیگه ای رو میشناسید حتما معرفی